سلام رفقای ما، حالتون چطوره؟ من اکمل هستم. خیلی خوش اومدی به پارت 17 همه. اگه بخندی ویدیو تمامه. لایک و کامنت سابسکرایب هم یادتون نره. بریم برای ویدیو. لیتس گو. 술과 노루고기도 구해오겠습니다. 조금만 기다리시죠. 어서. سم بود. من انتظار نداشتم همچین چیزی بیاد. میریم بعدی. وقتی میفهمی که در واقع گیاهان با دادن اکسیژن روزانه به ما در حال کشت و پرورش ما هستن تا در نهایت بدن همه ما تجزیه بشه و بتونن ما رو مصرف کنن. بریم بعدی. وای زن تو با دروچی هر دفعه ترکیبای سمی‌تر داره میاری. بریم بعدی. وقتی دخترها حیوان میبینن. وای مهسا سگه ببریمش خونه. چقدر خوشگله. اینو ببریمش. آره بچه منه. داداش امروز وقتی پسر حیوان میبینه. شنبه است. امروز شنبه است فکر کنم. پس بابات اینجا چیکار میکنه؟ مگه سر کار نیست؟ ای حروم. بریم بعدی. چرا داره آمبولانس الان رد؟ آمبولانس یا آتش نشانی؟ شاید هم پلیس. نه خیلی صداشون شبیه هم. من قاطی میکنم چه جوریه صداشون. وقتی رفیقم داره با هم خوشوبش میکنه اما اون به من مقداری پول بدهکاره. چرا اینقدر نوشتش ریده؟ وقتی رفیقم داره با هم خوشوبش میکنه اما به من پول بدهکاره. چرا اینجوری ننوشتی؟ اینقدر ریده مال نوشتی اصلا من. خب بریم ببینیم. این همه چیز رو عوض نمیکنه. من هنوز با تو مشکل دارم. اوه زن تو آجی این میمه خیلی خوبه. من دوست دارم. نظر صادقانه است در مورد فمینیست چیه؟ صادقانه. من خیلی کوتاه جواب میدم چون به ایکوالیتی اعتقاد دارم و اینکه فمینیست به نظرم خیلی توماچه و هر چیزی رو اگزاجره نشون میده. منصور میخوام شام آماده بکنم. پلیز هلمی پلیز. من الان هندم بنده نمیتونم. سالاد میخوری؟ never. منصور ایت سالاد. never. با من حق بود. لطفاً وسط کلماتون اینقدر انگلیسی استفاده نکنید. واقعا نمیدونم چرا جمله بندیتون اینجوریه که همش باید وسط صحبتتون اینقدر از انگلیسی استفاده کنید. حالا عیب نداره مثلا یکی دو تا کلمه رو استفاده کنید ولی دیگه کل هر 3-4 تا جمله‌ای که میگی هر 3-4 تایی که داری میگی 3-5 تاش هیچی. بریم به ادامه. یه جمله معروفی هست که میگه هر چیزی تو این دنیا قیمت خودشو داره، مثل قیمت خونه، ماشین یا گوشی آخرین مدل. ولی تو رفیق یه کونی داری که نمیشه روش قیمت گذاشت. قربون جونت دارم. اون کون خوشگله رو تک کن یا بفرست براش. بریم بعدی. وقتی مامانت به جای آب بطری او شیت. این فرصت من تشکر کنم از اون مال کی بود؟ اگه من آمبولانس بهداشت صدام زیما بگو بیاد سازمان بده. چرا به همه هاشم اینجوری آخه؟ بریم بعدی. مادر برای تماس گرفتن گوشیت رو میگیره و شروع میکنه به این ور اون ور کردن. بله تا آخرت همینجوری به دنبال همدیگه دویدن. بریم بعدی. برنامه‌ت برای امتحانات دی چیه؟ من بیدار میمونم دفتر رو میذارم کنار چشمامو رو میذارم هیچی تو ذهنم
بعد توضیح برگاه نمیاد هیچی تو ذهنم نمیاد حق بود انصافا حق بود. بریم بعدی. امتحان لیسنینگ مدرسه. چشامو جاپونی دیزامو یا گودو تو نسه چه هاچی میخوانی من بوده تمس میگیرم حقمو از همه کابیسی پیشم صدام من بیتاری پانچارو یا محمد علی. بریم بعدی. مشتری میگه پول ندارم. حالا یک ابر فروشنده چی میگه؟ اوه چقدر میکسرها اینقدر کارشون پیشرفت کردن دقیقاً پیشرفت کردن، همه چی دارن میکس و قاطی میکنن. آره یه سم جدید به بازار است، به بازار اینستاگرام. خب بریم بعدی. اون رفیقت که چند سال از دنیای میم عقبه. بابا این ترافیک تهران هم سرویسمون کرد. اونجوری زحمت میکشیم تو نمیشه برای سرم اومده. داداش کیک خریدم. کیک می‌خوری؟ واقعی نیا کیکه. هیچی نشده ایدم رسید ها. آره حاجی تو میمه رو دیدی میگه عیده. خب انا عیده که کار نداری. نداش. بریم بعدی. همه تو رو دوست دارم به خدا. چه خبر؟ آجی دمت گرم، خیلی وقت دویده بودم. خدا سرتو برات حفظ کنه. آی خدا سرت برات حفظ کنه. خوب بود. اینو دیده بودم ولی خوب. اگه ندیده بودم همین الان خندیده بودم. بریم بعدی. تجربی انسانی ریاضی. باید سر وقت بیای مواتون کدا ناملتتون عالی باشه، به همه احترام بذاری، گوشی ممنوع، خوراک ممنوع، به حرف بد ممنوع، نفس کشیدن ممنوع. مدیر هنرستان شیشه نکشید، اونم اختیاری. اصلا رفتم این حرف رو تایید میکنم. فقط خواستم بگم هنرستان میرفتم. به تخمم. بریم بعدی. باشه دوران جوانی و سینگلی. بعد از ازدواج کی دیگه بعد از ازدواج میکنه واقعا؟ بریم بعدی. چجوری یک شد؟ چجوری یک شد؟ حالا کاری با ژاپنیش نداره، فقط چجوری یک شد. حتی یه دونه ضربه آروم یکه، یعنی یه دونه انگشت اینجوری بزنی یک میشه. عجیبه ها، واقعا عجیبه. بریم بعدی. بچه‌ها ماشینم دوباره خراب شد. کابوت زده بودم بالا درست می‌کردم که این آقا قشنگ از این بالا از آسمون یه دفعه اومدن اینجا. از کجا؟ امداد اتوبان تهران کرج، کیلومتر 20 اتوبان تهران. دقیقاً از کجا اومدی؟ از امداد خوشگرا. نه از کجا اومدی؟ از این بالا پریدم از آسمون. از کجا منو دیدی؟ از اون طرف. واقعاً؟ آره منم گفتم سلام این خانم. واقعاً عالیه. خدافظ. فیلم بگیرم میرم. هی بگیم ایران بده. ببین از آسمون امداد خودرو میاد. وای خندش دیدید؟ خندش خیلی سمه. بذار خندش دوباره بیارم. از کجا منو دیدی؟ از کجا اومدی؟ از این بالا پریدم از آسمون. خیلی خوب میخنده. نه از کجا اومدی؟ از این بالا پریدم از آسمون. دیوز خیلی خوب میخنده. خب خندیدم. مثل که تا اینجا ویدیو دیدی لایک و کامنت سابسکرایب یاد نره. قربون چشم، قربون لبات. فعلا